جناب خدای مهربان بخشنده گفته دستتون رو بشویید، طهارت میکنید. من هفتاد یک به دوندگی باشم من همین کارتو وابستگی ناید به همین شتا نبیتونم به این من به حیات نیست رویم که از پیشتر جازخانه من چند فرزنده جابجا کردم نبیره های جابجا کردم فرزنده با خانه جا گرفتگی شگید میپرتوید جوز سر داده مقدار 1 کیلو ایندو 1 کیلو زده میپرتوید بعد اینها مایده شدن این محصولاتی روان نوکیش به نگاه کرده میپرتید به مثال کنچه، زده، مغز زردولو، مغز یریانوار، مغز چومار، مغز خربوزه، تخم خربوزه مثال یک داروبار مثال به منیم ایندو بگیره دگر ایندو قازخ به دارو آشپزان به دارو زخمی میده ها به شماده میشیم غدودای زیر میده بگویم دودتون زرده بکند روان این منیم ها به دارو زده باشد برای فشار پس کردن خون تازه کردن کنجاره برداشت آبش به نگاه کرده سونی کنجاره خوش میکنید وقتی جاش خوش شدن کنجاره خودش رنگش دیگر میشن روان ناکی نمیماند کنجاره میکنید بپرده و برای مال چارگاه ها خوراک میشن